سوالی در مورد شبکه سازی واسه میشه سوال مهمی بودن توی جامعه آنترپرنورشیپ و کسب و کارها. ما مفهومی داریم که ترکیبی از کامپتیشن و کوآپریشن هستش. بهش میگن کوآپتیشن، یعنی هم رقابت و هم همکاری در کنار هم. ببینید که خیلی از شرکت‌هایی که به شدت کلوزد هستن، یعنی اکوسیستم کاملا بسته‌ای دارن، شروع می‌کنن با شرکت دیگه همکاری داشتن. مثلا شما نگاه کنید مایکروسافت با لینوکس کار می‌کنه. مایکروسافت شرکت با اکوسیستم کاملا بسته است. ولی لینوکس همیشه اوپن سورس بوده و اینا با هم همکاری می‌کنن، یا سامسونگ و اپل. شرکت فضاهای کار مشترک که توی جهان در روز به روز مهمتر میشه، مثلا اسپیس توی آمریکا یا توی ایران، به فضاهایی که آدم‌هایی که لایک مایندد هستن،